душанбе лайф тақдим мекунад. بچه همین چرا پرسم ترما؟ پرس خای دردی ما را میدونی ما هم یک سال میشه که ما کپیتا کار کرده استیم یا چرا نفهمیدم چرا؟ چرا؟ میگم که این هم یک سال شد که ما هم جمعی موی میقبم تخته چکو میکنی دمی لبیو هم قصه لیلی و مجنون رو میدونی خواه؟ اما او دا غرق شده گیان اوه شنیده بودم ما همه رجداد میکنم هیچ باوریم نمیته که همه مرده باشن یگون روز یگون بیخی بوتا یگون جا میبروین گفته همه رو خد میکنم میوم خای ما نبودم چند سال در مسکو بودم ندونم میرا برای همه میوم همیجا فقط نگاه میکنم که کای میفته باشم شونا همین قصه را من شنیده بودم یه روز کارم نشیده تو حالا همینجا دایی؟ همیجا میستم من تو بگه میستم خواهد جورا ما رفتیم نباشه هنوز وقتو زیق شدی لیلی و فکرم که قشلاق یاد کردی ها یاد کردم از همه بسیار پدرم رو یاد کردم زیق نشه مهم این بود که ما یک جایه باشیم ما یک جایه ایم زیق نشه همش خوب می شود لیلی بسیاری بعد در اونجا نشی بیا درونی غار زیغ نشه من یک قشلاق برم یکم چه خوردنی بگیرم بیام احتیاط شو یگان کس نبینه ترسیدی ها؟ آسته های میکنی فهمیدی ها؟ خیلی تیز های نکن بدانی موقعی تو دور کده در نگیره با وقتش خیلی دور و دوران کردیم این قیسی دیوانه که جدا باشه
مجنون بیست توی خواهد در کجا بودی؟ در کجا بودی تو؟ میدونی با چند خط گفتم تا شد اجازه می پس نبینم اونا اینجا بیام. مون این مرا کجا میبری تو؟ این وقتی در کجا بودی؟ همش هم میفهمم تو. میدونی باید رفتن تو در قشلوق چیشی؟ شد همش هم اصلا اینجا بدرو چی میگی؟ همش هم اصلا میکنیم چم میکنیم تو مرا بفهمم من تو را بفهمم فقط خب کن باشی خزیان تو نمردی که تو مرا چخیل دیده بودی که اما دیدم مجنون آخه ما با دو چشم خودم دیدم که شما غلطی ده قیس جان ما در حقیقت غلطی دیم نه که در درونی آب نه تو موکی در قشلوق خود چی گپای؟ بعد شما رفتن کو میدانی در قشلوق چی گپ شید؟ چی گپ شید؟ پدری لیلی بسری پدری شما اومد بسری پدری ما اومد؟ رحمت تشکر برام بکنم ویرو حالا باشه نوبتی ما رسید کاری کنگی من در حق پدری مجنون میکنم البته حساسم میریم میره اسب بیارم شیخ نه ورالکتی میریم خدای تعالی جا جنت شود از حوض کوثر پیدا شود جاش در تی کناری بیش باشد بگذار دایم توشکان نه پسر شما فرزند ما را کشت فرزند شما فرزند فرزند ما فرزند نه میخوانوندی تربیه تربیت میدونی دادگی نه که دخترت نصیحت نکرد که بیادب نباشه دختری ما ساز بود فرزندی به سوادی تو اگر فرزند ما به سواد باشه رنگ شما ولی ادمی پدرتان کتگی نمیکنه ما در حقی تو میکنم آل بست بازی کاری کردی من میکنم هیچی کار میکنم نمیکنی چیرو در حقی همه کارو میکنیم رفته بده اینجا رفتم بگیره بعد میدونی چی؟ پدری لیلی بسری پدری شما اومد پدری اوه که خواستگار اومده بود کو لیلی دا مردک این چی کاری کردگیت بود ها؟ یک حیات از پسی پول مال دویدی حیاتی بچه هم رو سوزوندی من در پیش خشت برو چقدر سرم رو میبردارم ها؟ پول گفتی مال گفتی حیاتی بچه من چی میشود؟ من چقدر در پیش دوگانه هایم سرم رو میبردارم این چی کاری کردگیت بود؟ سرک دمت را گیر پدری اوه که خواستگار اومده بود کو لیلی دا بسری پدری لیلی اومد واسه واسه لبر رئیس جان بیا رئیس جان بیا علی اینجا بیا بیا رئیس جان بیا شما یه رئیس جان بیا علی یه دختری تعریفی ها میکشی رئیس جان شما مالا شرمانده کرده نه؟ رئیس جان خیلی کشیده شما محلش در تعریف کرده؟
شما میدونید در نزد خیش و تبار در نزد حق و همسایه من شرمنده کرده فهمیدید؟ این دار و ندار شما این مال و ملک شما از حساب من است فهمیدید دخی؟ فهمیدید؟ تا بگاه وقت شما با فهمیدید؟ در جای قرض خانه را خالی کنید رئیس جون خیلی کارم خیشید میبخشید رئیس جون گپ هم یک تا خانه را خالی کنید رئیس جون خیلی رئیس جون این همه دار و ندارشون بایگری همش ای همون مردک بدای اون مردک اومد جنگ و جنجال شید همه بایگری را گیری حاجی پدری لیلی قشاق شیده گیاد به قدر کال رسیدن در کاره یک روز در راه میگذشتم آتی لیلی مست خوب بود گفتم آقا چو کدی اکی واسه زندگی آینه را محتاج خاکستر کنم وقتش در قیس من پندار بودم یگان کسم نه پسند نمیکنم تکبر بودم اینم حال من گفتم آقا بیا همین لیلی را مجنون دا بتیم نگفتی یک روی کدی اگر یک بار دیگه عمری من اگر عقید می اومد بعد میدونستی چی کنم بیا مونی لیلی را حتما به مجنون میدادم افسوس آقا به اون نیست ما ای او بگی نونو بگی نگن که آنان که کوهم بودند و آنان که نوند هر یک پی یک بیروند این عمری عزیز به کس نماند جاوید رفتند و رویم و باز آیند و روند این را بخواه که در حق دعا که افسوس که به اون نیستند گفت که اگر همین زندگی برعکس بشید پس میگشت من لیلی را مجنون دا میدادم ولی شما را بخشیدگی های بخشید اوتای لیلی ما را بخشیدگی های؟ بخشیدگی های گوش که خیز جان این خیر که باشه ما را که بخشیده باشه من میرم ای که سرسرک ای کو لیلی را میگیرم میارم لیکن بیست تو حاضی میخیزی میری میدونی چیکار بکنی خیز جان اوتای مرا خوشرو کده میفهمونی که لیلی و مجنون زیندن تو دیوانه ای پدر شما کس حلمان شیدک بعدی رفتن شما ما باید چخیر میفهمونو اخی یک بالا کده کوشش کده بفهمون که قبول کنه هم اوتای ما ایگا کورا یک وقتی نه ایدانی من شنیده بود یکون بالا نشود نه سفید ای دست بتین نه تو خوش رو کده ملایی ما کده میفهمونی فهمی خیز جون خیز میریم تو اوتای ما رو بفهمون ما میرم لیلی رو میگیرم میارم خیز الله اکبر خیزتیم مجنون زنده بوده هی مجنون خب خیز جان خوشو کده بفهمون مایلی مجنون ما تو انتظار میشه مایلو بیو
لیلی خیز لیلی ها لیلی خوبی؟ لیلی جان خیز باید یک خوش خبر دارم چی خوش خبر؟ این عملی رو پوش میدونی چی لیلی؟ میدونی کی رو دیدمه؟ کی رو؟ قیسی دیوانه رو واه تو رو شناخت البته شناخت من گمان کردم که من رو نمیشناسد لیکن من رو شناخت میدونی چی گفت؟ چی گفت؟ پدری تو ما رو بخشیده است گفتن زنده بیاید ما هر دو رو نکاح کرده بدهیم نه اوه همش میلی میدونی چی گم عشق من و تو در تمامی ده آوازه شده است همه جا عشق لیلی و مجنون عشق لیلی و مجنون پوش آماده شو بده همه رویم بده ها بوم توشکندی یا ای بوم توشکندی یا فرج جان بیا خیلی میش شکر سوزی سلامتیات توزه میش نمت گاشته تین شکر چو کدی میگون امروز می بچه را احوال بده ای ناامید نشا میگن که شیطان ناامید بنده با امید میبینی که زنده شده میویا هم آدم زیادی چی میگه نیست امید مکان دیگه رفت تو اینم من مجنون ما زنده شده اومدم تو اجاد میخزی ما باوری ندارم اگر زنده شده بیاره انجام میخواد ایک میخزی خیر انجام بخاگنه مجنون تو مرا به این حال آوردی